كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 12 ایمان با توفیق خدا و کفر با خذلان اوست. خذلان یعنی نصرت ندادن. خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. خداوند متعال خلق را بدون وصف کفر و ایمان آفرید، یعنی حکم نکرد که فلان کس کافر شود و فلان کس ایمان بیارد، بلکه اختیار را به خود شخص گذاشت. سپس آنها را با امر و نهی مخاطب قرار داد. پس هر کس کفر بیورزد به سبب کردار و انکار خودش کافر می شود، زیرا خداوند متعال او را محروم گردانیده است، و هر کس ایمان بیاورد با کردار و اقرار و تصدیق خودش ایمان آورده است، زیرا خداوند متعال به او توفیق داده، نصرت و یاری اش داده است. یعنی الله تعالی خلق کرد مخلوقات را سالم از آثار نشانه کفر و نور ایمان. انسان قابل عصیان و احسان است، می تواند یکی از دو را قبول نماید، نه هر دو را. بعد خلق کردن مخلوقات الله تعالی خطاب کرد آنها را به عبادت به واسطه پیامبران برای سعادتشان، و امر کرد آنها را به ایمان و طاعت، و نهی یعنی منع کرد آنها را از کفر و معصیت. پس کافر شد کسی که کافر شد به اختیار خودش و انکار خودش از روی در جهل و نادانی ماندنش. او کافر شدنش از روی کبر و سرکشیش و قبول نکردنش امر و نهی الله تعالی را. این به آن خاطر سر زد که نصرت دادن را به او پروردگار ترک کرد و برای ادای آن چی که رضای خودش است به او توفیق نداد. این تقاضای عدل پروردگار است که آن چون چرا ندارد. و ایمان آورد شخصی که ایمان آورد به فعل خودش و انقیادش سرخم کرد و اقرار به زبان و تصدیق کرد با دل موافق به امر و اراده الله تعالی، و توفیق دادن و نصرت دادن الله تعالی او را در آن چی که قضا و قدر کرده بود به مقتضای فضل خود. البته همه در علم الله تعالی معلوم بوده، همه به مقتضای علم او حرکت می کنند. این عالم دارای ابتلا و زیرایتگاه آخرت است. امر و نهی و خطاب شدنش حکمت پروردگار می باشد. بله شنونده عزیز، خداوند هیچ کس را مجبوراً به ایمان یا کفر امر نمی کند. اختیار ایمان یا کفر از خود بنده وابسته است. الله مهربان در قرآن ما را به انجام دادن کارهای خیر امر می کند و نهی یعنی منع می کند ما را از کارهای بد. پس اختیار در دست بنده است. پس در انتخاب راه فریب نخورید. این دنیای فانی شما را فریب ندهد. این دنیا دنیای گذرنده است و در فکر آخرت باشید. آخرت خود را با طاعت و عبادت و پیروی به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آباد گردانید. به همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. منتظر درس های دیگر باشید. یار و دوستانتان را هم از این درس ها آگاه کنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.